چند ماه پیش یه شماره ناشناس به هم زنگ میزد. اولش فکر کردم اشتباه تماس گرفته ردش میکردم، ولی همینجوری پشت هم زنگ میزد. یه بار به شماره جواب دادم و گفتم تو کی هستی؟ یه مرد جواب داد خیلی کنجکاوی که بدونی من کیم؟ نه، هر کسی که بفهمه من کیم خواهد مرد. با عصبانیت جواب دادم هی، هر کی که بخواد منو سر کار بذارم کشته میشه. اما بدون اهمیت به حرفاش ادامه داد نصف شب که شد بیا جلوی حیاط خونتون پسر جون، اون موقع میفهمی که من کی هستم. رفت روی اعصابم و قطعش کردم، ولی بازم هی زنگ میزد و من بلاکش کردم. چند روز بعد از یه شماره ناشناس دیگه به هم زنگ زدن و دوباره صدای همون مرد اومد. عصبانی شدم و بد و بیرا بهش گفتم و بعد گفت به اعصاب خودت مسلط باش، اگه عصبانی بشی سرطان میگیری. تماسای سرکاری هفته ها ادامه داشت. در آخرم یه شب وقتی زنگ زد خیلی کفری شدم و سرش داد بیداد کردم. همین الان میام سراغت آشغال، میام تک تک انگشتاتو میشکنم تا دیگه نتونی شمارمو بگیری، فهمیدی؟ اوه، این کارو نکن، بدن انسان خیلی ارزشمنده. من توی یه ون سفیدم در خیابان پنجم، منو ملاقات کن. تماس ناگهان قطع شد. هرچی فکر کردم که کار کی میتونه باشه هیچ کس توی ذهنم نیومد. انقدی عصبانی بودم که تصمیم گرفتم برم اون یارو رو ببینم و یه مشت و مال حسابی بهش بدم. به دوستم کارلوس و میسن زنگ زدم. این دوتا رفیقم از اون جوانای هیکلی و قوی بودن، از اون رفیقای بامرام که از هیچ چیزی نمیترسن. وقتی رسیدیم خیابان پنجم هیچ کسی اون دور و بر نبود، ولی وسط خیابون یه ون بزرگ سفید پارک شده بود. هرچند شیشه هاش دودی بود و نمیشد داخلش رو دید. عربده کشیدیم. بیا بیرون بچه خوشگل. همین موقع بود که یکی زنگ زد و صداشو شنیدم. همون صدای آشنا. سه تا جنس قیمتی گیرم اومد. واقعا خیلی دلمو شاد کردی پسر جون. دوستام رفتن سراغ ون، صورتاشون رو چسبوندن به شیشه و سعی کردن داخلش رو ببینن. همون موقع شیشه اومد پایین و 2 تا دست ماهیچه‌ای به کلفتی هندونه یه مشت زد تو صورت کارلوس و میسون. هر دوشون با صدای بلندی پرت شدن روی زمین و مثل جنازه همونجا افتادن. بعد مرد هیکلی کارلوس و میسونو گذاشت توی ونش و رفت. همه چی خیلی سریع اتفاق افتاد، فقط در عرض چند ثانیه. سریع به پلیس زنگ زدم، ولی ون هیچ شماره‌ای روی پلاکش نداشت. پلیس هرچی دنبال اون ون گشت نتونست پیداش کنه. خیلی پنیک شده بودم و کل شب داشتم مثل بید میلرزیدم. روز بعد یه شماره ناشناس دیگه به هم زنگ زد. خودش بود. اوه، سورپرایزم کردی. جنسا از اونی که انتظار داشتم خیلی بهتر بودن. کارلوس کبد خیلی تمیزی داره و میسان کلیه های خیلی سلامتی داره. به لطفشان $100,000 گیرم اومد. حالا بیا پیشم، بیا جشن بگیریم پسر. جایی که دیروز با هم قرار گذاشتیم و که بلدی. امشب ساعت 10 بیا اونجا. دوستات اونا هنوز اینجا هستن، فقط یکم دچار کسالت شدن، یه جورایی مشکل تنفسی دارن. گریم گرفت. فوش دادم و اونم قطع کرد. به پلیس زنگ زدم و بهشون راجع به تماس و لوکیشن گفتم. بعد ساعت 10 شب برگشتم به خیابون پنجم، اما ون به محض اینکه پلیس رو دید سریع گازش رو گرفت و رفت. پلیس ونو دنبال کرد. 2 ساعت بعد دوباره به هم زنگ زد. واقعا دلم میخواد ارگانای درجه 1 اون پلیس هایی که منو دنبال کردن و داشته باشم. مطمئنم که خیلی زود فروش میره. چند روز بعد پلیسا اومدن خونم. به هم گفتن که پلیسایی که اون شب ونو تعقیب کردن ناپدید شدن. زبونم بند اومد. شوکه شده بودم. چند روز بعد یه شماره ناشناس به هم پیام داد. چند تا عکس برام فرستاد. توی عکس‌ها چند تا مرد توی اتاق عمل بودن و کنارشونم چند نفر با لباس جراحی و ماسک وایساده بودن. یه کیف پر از دلارم اونجا بود. توی پیام ناشناس نوشته بود 2 تا افسر فروخته شدن.
به حد مرگ ترسیده بودم. به مامان بابام التماس کردم که سری از این خونه بریم. اونا هم به وخامت اوضاع پی بردن و 2-3 هفته بعد از اونجا رفتیم. سیم کارتمو شکوندم و شمارم هم عوض کردم. خیالم راحت شده بود که دیگه از دست تماسای اون مرد راحت شدم، تا اینکه یه شب دیدم یه ون سفید جلوی در خونمون پارک شده. چند دقیقه وایساد و بعدش هم حرکت کرد و رفت. روز بعد رفتم اون نقطه‌ای که ون پارک شده بود و اونجا روی آسفالت یه عکس دیدم. برش داشتم و نگاش کردم. عکس 2 آدم ناشناس بود که زیرش نوشته بود کارلوس و میسون جون 2 نفر رو نجات دادن. تا مغز استخونم تیر کشید. چند هفته بعد توی اخبار یه گزارش دیدم که میگفت فروشندگان اعضای بدن دستگیر شدن، هرچند جسد کارلوس و میسون هرگز پیدا نشد. این ماجرا ضربه روحی شدیدی به هم زد که هنوزم ادامه داره. خوشبختانه اون تماسای ناشناس تموم شد، ولی دیگه با هر صدای زنگی پنیک میشم. الان از اون اتفاق 6 ماه میگذره، ولی خیلی میترسم، چون هنوزم هر از گاهی یه ون سفید جلوی خونمون پیداش میشه. هر بار که سر و کلش پیدا میشه یه بوی متعفنی توی هوا میپیچه. پلیس هنوزم به دنبال اون ونه، اما نتونست اون ونه بدون پلاکو پیدا کنه. من دیگه از شدت ترس پامو نمیذارم بیرون. میترسم یه بلایی به سرم بیاد، یا نکنه اعضای بدنمو در بیارن و بفروشن. سلام، من نیتانم. وقتی 3 سالم بود رفتیم به یه خونه 3 خوابه. مامان یکی از اون 3 اتاقو داد به من و یکی از داداشام که 5 سالش بود و با اسباب بازیامون تزیینش کرد. ما یه تخت 2 طبقه داشتیم. از اونجا که من کوچولو بودم طبقه بالا شد مال داداشم. مامان دیدش که یه لکه سیاه روی فرش افتاده. واسه همین قبل از اینکه اونجا بخوابیم لکه رو شست. داداشم تو اتاقمون خوابید، ولی من هنوز چون بچه بودم پیش مامان بابام میخوابیدم. نصف شب داداشم با وحشت بیدار شد. انگار خواب بد دیده بود. میگفت یه روح میخواسته خفش کنه. مامانم بغلش کرد و گفت بیا پیش ما بخواب. بعد خودش رفت تو اتاقمون تا لامپی که داداشم روشن گذاشته بود و خاموش کنه. ناگهان دید که لکه سیاه روی فرش دوباره برگشته. بعد حضور یه چیز ترسناکی تو اتاقمون رو حس کرد. میدونست نمیتونه انسان باشه. هرچی بود داشت هشدار میداد تا از این اتاق بریم بیرون. خلاصه مامانم درو بست و اومد پیشمون تا داداشم رو آرام کنه. صبح روز بعد اسباب بازیمون رو از اتاق آورد بیرون و گفت دیگه اصلاً اون تو نریم. با اینکه درش بسته بود، ولی هر شب صدای قدم‌هایی میشنیدیم که از اتاق میرفت بیرون و میومد تو. صدا هر شب سر ساعت 10:30 تکرار میشد. این ماجرا انقدر تکرار شد که دیگه با شوخی و خنده میگفتیم حتما جن داریم. یه روز دوستم میخواست توی اتاق تسخیر شدهمون بمونه. مامانم بهش گفتش که نمیشه بری، ولی دوستم گوشش به این حرفا بدهکار نبود. خلاصه اون روز مامانم در اتاق باز کرد تا لکه‌شو پاک کنه و اونجا رو واسه دوستم آماده کنه. ولی این بار هر کاری کرد لکه پاک نمیشد و با فرش پوشوندش. مامان در اتاق باز گذاشت تا هوا بیاد داخل. منم سریع رفتم تو اتاقم تا با یه اسباب بازی کوچیکی که داشتم بازی کنم. یهو مامان صدای جیغمو شنید و با 2 اومد پیشم. به عقب خم شده بودم و از درد فقط جیغ میزدم. دردم انقدر شدید بود که مامانم نتونست کاری کنه و به بابام زنگ زد و فوری رفتیم اورژانسی که 40 کیلومتر ازمون فاصله داشت. از شدت درد گریه میکردم و با وحشت جیغ میزدم. تا رسیدیم توی راهروی بیمارستان، انگار یه چیزی منو ول کرد. چون ناگهان دردم تموم شد و دوباره شاد و خوشحال بودم. حتی یادم نمی اومد که چه دردی داشتم. مامان و بابام گیج شده بودن که چطور یهو من خوب شدم. بعد از اون روز صدای قدم‌های بیشتری میشنیدیم. تازه همزاد داداش بزرگم مد که 17 سالش بودم میدیدیم. یه بار مامان و بابام دیدن همزادش چند ثانیه‌ای ظاهر شد و بعد توی اتاق تسخیر شده ناپدید شد. یه بار دیگه من رفته بودم توی آشپزخونه پیش مامانم تا رو زمین بازی کنم. سرمو چرخوندم سمت اون اتاق و به بالا نگاه کردم. یه چیزی دیدم که فکر کردم داداش بزرگم مته. گفتم سلام داداش.
اما بعد داداشم به یه چیز وحشتناکی تبدیل شد که من 3 ساله نمیتونستم توصیفش کنم. مامانم آرومم کرد. یه روز دیگه داشتم با داداش 5 سالم جاستین بازی میکردم و اونم دوید توی اتاق مامان و بابا و از اتاق تسخیر شده رد شد. داشتم میدویدم دنبالش که دیدم یه چیز سیاه با دندونه تیز جلوی در اتاق تسخیر شده وایساده. سر جام وایسادم و اونم بهم نگاه کرد و بعد گفت گاز میگیرم. خیلی وحشت کردم، واسه همین دویدم پیش مامانم و از ترس بهش چسبیدم. مامانم دعا خوند و به بابام گفتش که باید با صاحب خونه حرف بزنیم. روز بعد مامانم با صاحب خونه حرف زد. فهمید که یه زن از شوهرش به نام هری که سرطان وخیم داشته توی اون اتاق مراقبت میکرده. میگفت هری از اون پیرمردای بد اخلاق بوده که از بچه‌ها متنفره، هرچند هیچکس نمیدونه چطوری مرده، چون غرق در خون توی اتاق پیداش کردن. مامانم آدم معتقدیه. وقتی اینو فهمید رفت توی اتاق تسخیر شده. گفتش که میدونم حتما درد زیادی کشیدی، ولی تو الان آزادی هری. از این دنیا برو پیش خدا. بعد از اون نه صدای پایی شنیدیم و نه روحی دیدیم. خونمون به آرامش رسیده بود. هرچند ما دیگه از اون اتاق استفاده نکردیم و 1 سال بعدش هم از اون خونه رفتیم. من به آینده سفر کردم و زمین به پایان رسیده بود. نمیدونم چجوری به آینده رفتم و برگشتم. فکر کنم یه جور خمیدگی فضا و زمان بود. 3 سال پیش داشتیم با بابام تو کوهی که تا حالا نرفته بودیم کوهنوردی میکردیم. خانواده من تو روستا زندگی میکنن و این کوه هم یه جای دور افتاده اطراف روستامون قرار داره. اما با اینکه نزدیک خونمون بود تا حالا روی اون کوه نرفته بودیم. معمولاً میرفتیم سمت کوههای مشهوری که همه میرن. به نظرمون اون کوه دور افتاده جای خطرناکی بود، چون هیچ کوهنوردی اون اطراف نمیرفت و احتمال گم شدنمون زیاد بود. تازه اگه بدشانسی می آوردیم ممکن بود تو کوه گیر حیوانای وحشی مثل گراز بیفتیم. ولی اون روز بابام پیشنهاد داد که بریم سراغ اون کوه دور افتاده. منم بدون نگرانی رفتم، چون پدرم با هم بود. کوه از اونی که فکر می کردیم پرشیب‌تر و سخت‌تر بود. واسه همین موقع بالا رفتن به نفس افتاده بودیم. اما هرچه سعی کردیم نمیتونستیم به بالاش برسیم و خورشید هم داشت غروب میکرد. به بابام گفتم که بریم پایین. اونم قبول کرد. اما هرچی پایین میرفتیم به جاده اصلی نمیرسیدیم. انگار داشتیم دور خودمون میچرخیدیم. انگار گم شده بودیم. استرس گرفته بودم چون خورشید هم داشت غروب میکرد. بابا هم نمیتونست اضطرابش رو قایم کنه. مدتی همینجور راه رفتیم و ناگهان یه صدای بلندی شنیدیم. انگار آسمون داشت پاره میشد. از ترس جیغ کشیدم. زمین به شدت بالا و پایین میرفت و تکون میخورد. اوضاع وحشتناک و باور نکردنی بود و داشتم از ترس میمردم. بابامم دست کمی از من نداشت و بعد دیگه نتونستم چیزی ببینم. انگار کل دنیا خاموش شده بود. تا همین یه لحظه پیشش خورشید تو آسمون بود، اما دیگه نمیتونستم چیزی ببینم. انگار توی غار کاملا تاریک بودیم. تاریک مطلق، تا حدی که حتی نمیتونستم 1 سانت جلوتر از خودم رو ببینم. اسم بابامو داد زدم و دنبالش گشتم و دستشو پیدا کردم. وقتی دستشو گرفتم دیدم اونم داره میلرزه. تاریکی مدتی ادامه داشت و ناگهان دوباره روشن شد. و بعد صحنه این که جلومون دیدیم یه زمین ویران شده بود. ما تا قبلش واقعا وسط کوه بودیم، ولی دیگه حتی یه دونه درختم دور و برمون نمیتونستیم ببینیم. یه زمین برهوت بی انتها مثل کویر جلومون بود. رفتیم سمت جایی که روستامون باید می بود، ولی اونجا پر از خونه های مخروبه بودش. بدنم از ترس یخ کرد. یعنی دنیا تموم شده بود. به بابام نگاه کردم و اونم مثل من حسابی ترسیده بود. از کوه بدون درخت اومدیم پایین و به دور و اطرافمون نگاه کردیم، ولی حتی یه دونه آدم هم ندیدیم. فقط ساختمون های مخروبه بود. اما اون ساختمون ها
اونایی نبودن که تو روستامون داشتیم. شکلاشون خاص و عجیب بود. شکلایی که تا حالا ندیده بودم. ولی همه بدون استثنا خراب شده بودن. لاشه ماشین‌های عجیب و غریب تو خیابونا پخش و پلا شده بودن. سرم داشت سوت می‌کشید. آخه جریان چیه؟ یعنی به یه فضای دیگه سفر کردیم؟ من و بابام خیلی ترسیده بودیم. تصمیم گرفتیم بریم سمت شهر بزرگی که نزدیک روستامون بود. گفتیم شاید یکی اونجا باشه. به مسیری که غریزمون میگفت اعتماد کردیم و حدود 3 ساعت به سمت شمال راه رفتیم. بالاخره رسیدیم جایی که قبلا اون شهر بزرگ بود. هنوزم یه شهر بزرگ بود، ولی اونجا هم کاملا نابود شده بود. سازه هایی داشت که به عمرم ندیده بودم. اونجا بود که صدای یه نفر رو شنیدیم. بابام دستم رو گرفت تا قایم شیم. صدای عجیب یه مرد اومد. Solisma? Mashuka Torbire? اصلا نفهمیدیم چی دارن میگن به هم. شبیه یه زبون خارجی بود، ولی قسم میخورم که تا حالا همچین زبونی رو نشنیده بودم. یواشکی سرک کشیدم و دیدم سلاحای عجیبی تو دستشونه که شبیه تفنگه. تفنگاشون رو روشن کردن و بعد تفنگ شروع کرد به آلارم زدن. انگار لوکیشنمون رو پیدا کرده بودن. بعد اون آدمای عجیب غریب به سمتمون نگاه کردن، دویدن سمت ما و گفتن Viscouchi Piker. نمیدونستیم باید چه جوری جواب بدیم. من انگلیسی حرف زدم ولی نتونستن بفهمن. بعد شروع کردن منو زدن. بابام عصبانی شد و سعی کرد ادبشون کنه، ولی به خاطر سلاحاشون زیاد نتونست کاری بکنه. با چوبهاشون که شبیه باتون پلیس بود منو زدن و پوستم با درد شدیدی شروع کرد به سوختن. انگار آب جوش ریخته بودن روش. جیغ کشیدم. بعد بابا محکم زد تو صورت مرد غریبه. همشون تفنگاشون رو نشونه گرفتن سمت بابام. فکر میکردم قراره بمیریم و چشمامو محکم بسته بودم. همون موقع دوباره صدای بلندی اومد و زمین شروع کرد به تکون خوردن. آدمایی که جلومون بودن ناگهان ناپدید شدن. بعد اون تاریکی مطلق دوباره پدیدار شد و دنیا بعد از مدتی روشن شده بود و ما هم یه بار دیگه به دنیامون برگشتیم. وسط شهرمون وایساده بودیم. زمینمون. خورشید بالا تو آسمون بود و همه چیز در آرامش به سر می برد. ماشینا تو خیابون حرکت می کردن و مردم راه می رفتن. من و بابام با یه اتوبوس برگشتیم خونمون و تو راه یک کلمه هم چیزی نگفتیم. دنیایی که از شیشه اتوبوس بهش نگاه می کردیم تغییری نکرده بود. دنیای مخروبی که لحظه پیش دیده بودیم دیگه نبود. وقتی رسیدیم خونه به همدیگه نگاه کردیم ولی نتونستیم چیزی بگیم. اینقدر اتفاق عجیب و باور نکردنی بود که نمیشد هیچ توضیحی براش پیدا کنیم. هر دو پنیک شده بودیم. یکم گذشت و به خودمون اومدیم که ناگهان درد شدیدی تو دستم حس کردم. جاهایی که با باتون زده بودن قرمز شده بود. من و بابا رفتیم پیش دکتر ولی الکی گفتیم که آب جوش ریخته رو دستم. میدونستیم که حتی اگه حقیقت رو هم بگیم باور نمی کنن. من و بابام بعد از اون روز دیگه راجع به اون ماجرا حرفی نزدیم. فکر میکنم خودمونم نمیتونیم اون اتفاق رو قبول کنیم. دیگه هرگز سراغ اون کوه نرفتیم. الان 3 سال گذشته و داریم زندگی عادیمونو میکنیم. ولی تو سر من هنوز پر از سوالهای مختلفه. آخه اون چیزایی که دیدیم چی بود؟ یعنی آینده رو دیده بودم یا یه بعد متفاوتی بود؟ اون شهره چی بود؟ اون مردم؟ هنوزم نتونستم جواب سوالامو بدم. 5 سال پیش وقتی توی آپارتمانم زندگی می‌کردم یه ماجرای وحشتناکی اتفاق افتاد. هنوزم وقتی بهش فکر می‌کنم تنم میلرزه. درست یادم نمیاد از کی شروع شد، ولی هر شب از همسایه بالاییم صدای جیغ و داد میومد و دیگه رفته بود روی اعصابم. یه شب دیگه واقعا صبرم تموم شد و رفتم بالا و زنگ درشو زدم. کمی بعد یه مرد حدوداً 40 ساله درو باز کرد.
چشم و ابروهاش و موهاش و اینا همه قرمز بودن و پوستش هم مثل گچ بود. یکم تعجب کردم ولی با خونسردی بهش گفتم سلام آقا، من طبقه پایینیتون هستم. بدون هیچ حرفی فقط به گردنم زل زد. یه 20 ثانیه‌ای طول کشید. بعدم لباشو لیس زد و زبونشم مثل خون قرمز بود. خیلی کپ کردم ولی زیاد به روی خودم نیاوردم و ادامه دادم. هر شب صدای جیغ و داد میشنوم. همه چی ردیف اینجا؟ چشاش رفت روی گردنم، سینم و بعدش دستام. بعدش نیشش تا ته باز شد و گفت یه لحظه صبر کن. بعدش هم برگشت داخل. سعی کردم از لای در خونش رو دید بزنم ولی از بس تاریک بود هیچی نمیتونستم ببینم. مونده بودم خودش چجوری توی خونش میچرخه. یکم بعد برگشت پیشم و یه لیوان شربت به هم تعارف کرد. رنگ شربتی که به هم داد قرمز تیره بود. شربت رو داد دستم و سرشو یه جوری تکون داد که یعنی بخورش. هرچند انقدی بوی گند میداد که حالم به هم خورد. پرسیدم این دیگه چه کوفتیه؟ خون جک و جونور ریختی توش؟ ناگهان سرشو آورد جلو و گفت انسان‌ها همیشه از روی ظاهر قضاوت میکنن. تو حتی امتحانش هم نکردی. لبخند زد و دندوناش که پر از لکه‌های قرمز بودن و به نمایش گذاشت. حالم به هم خورد. شربتو پس دادم و سریع برگشتم خونم. فکر میکردم سایکوپتی چیزی باشه. یه چند روزی گذشت تا اینکه یه بار نصف شب از بیرون یه صدایی شنیدم. خوشمزه است. خیلی خوشمزه است. از چشمی در نگاه کردم و دیدمش. داشت جلوی در من اون شربت قرمزو میخورد. با ترس داد زدم هولی شیت، چه غلطی میکنی نصف شب جلوی در خونه من؟ چه کوفتی داری میخوری ها؟ جواب داد خونش تازه گرفته شده. میخوای امتحان کنی؟ با عصبانیت درو باز کردم تا یه مش بزنم تو صورتش. من خیلی هیکلیم، قدم 185، اون تقریبا 160 بود. واسه همین فکر کردم راحت از پسش برمیام دیگه. اما تا درو باز کردم با زور فکم و گرفت و شربت رو ریخت توی حلقومم. هرچی سعی کردم نتونستم کاری کنم. طرف خیلی قوی بود. بوی اون شربت کوفتی مثل خون بود. حالمو به هم میزد. بعد با دستاش جلوی دماغمو گرفت و راهی جز قورت دادنش نداشتم. مزه فلز مانندی میداد. داد و بیداد کردم و دست و پا زدم ولی منو گرفت و سرمو محکم فشار داد رو زمین. بعدم وحشیانه یه سرنگ کرد توی دستم و خونمو کشید. ریخت توی جامش و اونو سر کشید و بعدش هم نرزد و گفت کوکتل خون از بدنهای مختلف. خیلی خوشمزه است. سیاهی چشماش رفت بالا. انگار غرق لذت شده بود. آره. بعدش عکس یه پسر جوونو نشونم داد. خونش اصل جنس بود. واقعا گوارا و خوشمزه. نظر تو راجبش چیه؟ خیلی خوبه مگه نه؟ خون تو هم خیلی خوبه. لذیذه. داد زدم کمک! یه خونشام توی خونمه. بعد آروم توی گوشم گفت میتونم تو 3 دقیقه تمام خون بدنتو بکشم بیرون. تا کسی بیاد کمکت کنه کارت تمومه. پس پسر خوبی باش. منم قول میدم نکشمت. از ترس دیگه داشت اشکم در میومد. با لبخند بهم گفت میدونی بهترین لحظه های زندگیم کیه؟ لحظه هایی مثل الان، وقتی به یادم چیره میشم. میدونم که ناراحتی ولی من فوق‌العاده خوشحالم. پس سعی نکن گند بزنی به خوشحالی من وگرنه جونتو میگیرم. فهمیدی؟ بعدش از هوش رفتم. انگار هیچ انرژی توی بدنم نمونده بود. روز بعد توی تختم بیدار شدم. اونم کنارم دراز کشیده بود و سرش تو گوشش بود. عکسای مردم توی شبکه‌های مجازی رو میدید و میگفت جون خیلی دهنم آب افتاده. وقتی فهمید بیدارم به هم گفت ممنون بابت شام دیشب. راستی خونت همچین تعریفی هم نداره. واسه این که خالصش کنی چیزایی مثل پیاز، گوجه فرنگی و روغن زیتون بخور. هر روز همشون رو بخور. بعد همینجوری که داشت کلید خونمو تو دستش میچرخوند و میرفت گفت بیا با هم کنار بیایم. وحشت زده و همچنین خشمگین بودم.
اما جرئت نداشتم به پلیس زنگ بزنم. اون هر وقت اراده میکرد میتونست منو بکشه. کلی فکر کردم تا راهی واسه خلاص شدن از این اوضاع پیدا کنم، تا اینکه یه ایده به ذهنم رسید. تصمیم گرفتم هر روز کلی غذای چرب بخورم. یه عالمه غذای سرخ کردنی، روغن، کره و انواع چربی‌ها رو میخوردم. حالمو به هم میزد ولی دست بر نداشتم. یه روز صبح زود در خونمو باز کرد و مثل گاو اومد تو خونم. انگار که خونه خودش بوده. با لبخند به هم نگاه کرد و گفت: اوه نگاش کن، چرا انقدر خیکی شدی تو؟ الان باید خیلی خوش‌طعم‌تر شده باشی مگه نه؟ خونمو گرفت و سر کشید، ولی کمی بعد همش رو بالا آورد. لعنتی چرا انقدر چربه؟ انگار حالش خیلی بد شده بود و سریع دهنش رو آب کشید. همون موقع محکم مشت زدم تو صورتش و گلوش رو فشار دادم. حالا چی میگی خوناشم مناطق محروم؟ خیلی هم سخت نگیر حروم زاده، یکم هم چربی بخور. با یه قدرت باور نکردنی پرتم کرد و 2 متر رفتم عقب. بعدم مثل سگ مچم و گاز گرفت و خونم و میمکید. منم از هوش رفتم. وقتی بیدار شدم مچم باند پیچی شده بود و کنارم نشسته بود. به خاطر اون خونه چربت هر کاری میکنم تشنگیم رفت نمیشه. عکس یه مردو نشونم داد که گردنش وحشیانه گاز گرفته شده بود. میدونی این چیه؟ اینم مثل تو زرنگ بازی در آورد و مرد. اعصابمو خورد کرد. منم تا قطره آخر خونشو کشیدم بیرون. وقتی خونش خالی شد شبیه یه تیکه چوب شده بود. خیلی حال داد. تو هم میخوای اینجوری بشی؟ داشتم از شدت ترس و خشم به خودم میلرزیدم. بعد از اون هر شب قبل از خواب کلی الکل میخوردم، تا اینکه یه شب مثل قبل درو باز کرد و اومد تو. یه آهنگی هم زمزمه میکرد. خیلی خوب، بذار ببینم خونت الان چقدر تمیزه. او گونه ها چقدر گل انداخته. فکر کنم کیفیت خونت بهتر شده باشه. دوباره خونمو سر کشید، ولی بعدش همش رو بالا آورد. واسه چی این موقع شب الکل میخوری؟ مگه احمقی؟ همین جوری که زر میزد با بطری آبجو زدم پشت سرش. افتاد روی زمین و منم دست و پاهاشو بستم. سرش داد کشیدم و گفتم: واسه چی این کارا رو با من میکنی؟ چرا من؟ چرا خونه من؟ من فقط خون جوونای پاک و سالمو میخورم، وگرنه معدم به هم میریزه. چه حساس. میگم تو فقط خون میمکی، پس نیاز به دندون نداری دیگه، درسته؟ دهنشو وا کردم تا دندوناشو با انبر دست بکشم، ولی دندوناش فاسد بودن، مثل دندونای یه جسد. همون موقع نره کشید و گفت: لوسیفر! داشت با نیروی عظیمی دست و پاهاشو باز میکرد. تنابش داشت پاره میشد. منم از ترس سری فرار کردم توی حمام. بعدشم به پلیس زنگ زدم. یه چند دقیقه بعد صدای قدم‌های پاش اومد. داشت وحشیانه وسایلمو نابود میکرد. لوسیفر پدر من، به خاطر وعده های روزانت سپاسگزارم. الان دیگه پشت در حموم بود. محکم درو میکوبید و داد میزد: چرا همه چی رو سخت میگیری؟ خون دادن که چیز خاصی نیست. تو به هر حال تحت کنترل منی. همینجوری وحشیانه به در حموم میکوبید و نزدیک بود بشکنتش. همون موقع صدای آژیر پلیس رو شنیدم که داشت به همون نزدیکتر میشد. اونم سریع زد به چاک. یکم بعدش صدای شلیک اسلحه اومد و بعد همه جا ساکت شد. با احتیاط از حموم اومدم بیرون و دیدم دارن بهش دستبند میزنن. هرچند یه پلیس هم افتاده بود روی زمین. خون داشت از گردنش میزد بیرون. پلیس دیگه فریاد زد: لعنتی! آمبولانس خبر کنید! گردن مایکو گاز گرفته! خوناشام 2 بار توی دست و پا شلیک شده بود، اما انگار نه انگار. همینجوری که پلیس میبردش داد میزد و میگفت: واسم خون بفرستندن وگرنه گردن تو هم گاز میگیرم. طولی نکشید که شنیدم به جرم حمله، اسارت مردم و قتل 10 نفر افتاده زندان. چیز شوکه کنندش اینجاست که بر اساس تحقیقات پلیس اون مرد 83 سال سن داشت. اصلا باورم نمیشد، چون به نظر 40 ساله می اومد. من بلافاصله از خونم رفتم یه جای دیگه. تا مدت‌ها دچار مشکلات روحی بودم.
فوبیای سوزن گرفتم و اگر چشمم به سرنگ میافتاد گریم میگرفت. هر وقت میدیدم یکی داره نوشیدنی قرمز میخوره، ناخودآگاه لیوانشو میگرفتم و پرت میکردم اونور. یه بار یکی توی هالووین کاستوم خونشان پوشیده بود و با مشت زدمش. ولی جلسه های روان درمانیم و مرتب رفتم و الانم دیگه حالم بهتره. 3 سال بعد یه خبر ازش شنیدم. میگفتن سری پیر شده و الان توی زندان شبیه یه پیر مرد موسفیده. همیشه هم زیر دست و پای همه کتک میخورده چون از همسلولی هاش و زندانیاش خون میخواسته و گاهی هم گردنشونو گاز میگرفته. آخه اون دیگه کدوم خری بود؟ فکر اون حرومزاده مرموز هنوزم که هنوزه بدنمو به لرزه میندازه. میخوام داستان زندگی با شوهر سایکوپتم رو تعریف کنم. 5 سال پیش با مهربون ترین و خوشتیپ ترین مرد دنیا ازدواج کردم. فکر میکردم خوشبخت ترین زن روی زمینم. هرچند اون موقع نمیدونستم چه جهنمی در انتظارمه. بعد از عروسی هر روز با هم شاد و خوشحال بودیم. تا اینکه یه روز صبح دیدم هر کاری میکنم نمیتونم چشمامو باز کنم. با جیغ از تخت بلند شدم و فهمیدم یه چیز چسبناکی چشم و دماغ و دهنمو پوشونده. با چشمای تیره و تار دیدم شوهرم جلوم نشسته و لبخند میزنه و یه چیزی هم جلوم گرفته بود. با عصبانیت داد زدم چی کار داری میکنی؟ گفت عسلم، دارم یکم عسل میزنم به صورت تا پوست خوشگل تر بشه. حالش دادم و از اتاق رفتم بیرون. کل صورتم پر از عسل شده بود و رفته بود توی چشم و دماغ و دهنم. حتی نمیتونستم درست ببینم یا نفس بکشم. بعد داد زد بیا صابونه بخوریم. یه نون برداشت و چپوندش تو دهنم. داشتم خفه میشدم. اصلا نمیتونستم درست نفس بکشم. جیغ زدم و کمک خواستم. ولی اون اونقدر نونو تو دهنم چپوند که دیگه نتونستم حرف بزنم. آخرشم قش کردم و افتادم رو زمین. وقتی چشمامو باز کردم تو بیمارستان بودم و دیدم شوهرم داره کنارم گریه میکنه. از شدت گریه تکون میخورد. ولی بعد فهمیدم اصلا گریه نمیکنه. کثافت داشت میخندید. اولش یکم گیج شدم و منگ بودم. اصلا نمیفهمیدم چرا رو تخت بیمارستان دراز کشیدم. بعد گفت عزیزم اگه هر دفعه بخوای قش کنی نمیتونم دیگه باهات بازی کنم ها. دفعه بعد اگه فکر کردی میخوای قش کنی زودتر بهم بگو تا منم بهت استراحت بدم. باشه؟ بالاخره حواسم اومد سر جاشو با عصبانیت داد زدم چرا یه دفعه مثل روانیا رفتار میکنی؟ بعد از چند ثانیه سکوت گفت من 3 سال منتظر همچین لحظه‌ای بودم. 3 سال. چهرهش انگار هیجان زده شده بود. خیلی شوکه بودم. ناخودآگاه گریم گرفت و گفتم الان به پلیس زنگ میزنم. بعد از جاش پرید و داد زد خفه شو. میدونی من الان چقدر خوشحالم؟ مودمو خراب نکن. 2 دستامو گرفت و دیگه نتونستم حرکت کنم. کل روز تو بیمارستان کنارم موند و نذاشت جون بخورم. بعد آروم تو گوشم گفت توی این 3 سال همش فکر میکردم که چجوری هر روز باهات خوش بگذرونم و کلی ایده خفن به ذهنم رسید. ممنونم که با هم ازدواج کردی. حالا میتونم هر چقدر دلم بخواد باهات بازی کنم. با گریه بهش گفتم چه مرگته؟ آخه چرا؟ بعد خندید و اشکامو لیس زد و با صدای خیلی آرومی توی گوشم گفت تو از اون دخترایی بودی که همیشه لبخند میزنن. از این رفتارت متنفر بودم. ولی از این به بعد کاری میکنم که همیشه دپرس باشی. کاری میکنم که بقیه عمرتو هر روز گریه کنی. اشکات از همه چی واسه من خوشمزه ترن. مثل دیوونه ها خندید. تو صورتش توف کردم و تا خواست توفمو با دستش پاک کنه سریع از اون بیمارستان فرار کردم و رفتم سمت اداره پلیس. بهشون التماس کردم که نذارید نزدیک من بشه و مستقیم رفتم سراغ کارای طلاقمون. خوشبختانه کم کم تونستم از دستش خلاص شم و به زندگی نرمال برگردم. 2 هفته بعد از جداییمون برای بار آخر بهم پیام داد. حیف شد. هنوز خیلی کارا مونده بود که باهات بکنم. همه شماره هاشو بلاک کردم و چند ماه بعدش چیزی در موردش فهمیدم که حسابی شوکم کرد. فهمیدم قبل از ازدواج با من با 3 نفر دیگه هم عروسی کرده بود و طلاق گرفته بود و گویا هر 3 زن قبلش خودکشی کرده بودن.
بالاخره متوجه شدم که اون فقط دنبال یه اسباب بازی بود تا باش بازی کنه، نه یه زن. خوشبختانه نتونسته بود منو گول بزنه، ولی به خاطر اون ماجرا مجبور شدم 1 سال برم پیش روانپزشک. البته الان دیگه حالم خوبه. هنوز نمیتونم روز آخری که پیشم بود و فراموش کنم. یه عروسک باربی از جیبش در آورد. دور گردنش یه بند بسته بود. بعد بندشو ول کرد و باربی ازش آویزون شد. بعد گفت حیف شد، میخواستم با تو هم همین کارو کنم. بعد در رو محکم بست و دیگه هرگز برنگشت. اونجا بود که حقیقت تلخی رو فهمیدم. اینکه بعضی از انسانا میتونن از شیطان هم وحشتناکتر باشن. همین الان هم ممکنه جونورایی با ظاهر انسانی و ذات شیطانی دور و برتون وجود داشته باشن. من میناهیل هستم، اهل کشور پاکستان. من عاشق داستان‌های ترسناکم، به خصوص داستان‌های شما. میخوام ماجرای ماورایی خودم رو تعریف کنم که البته کاملا واقعیه. وقتی تو کشور عمان میرفتم دانشگاه اتفاق افتاد. اون موقع خانواده‌ام تو پاکستان بودن و من و پدرم تو عمان زندگی میکردیم. خونمون انتهای یه خیابون قرار داشت و یه درخت بزرگ قدیمی هم جلوش بود. یه خونه 2 طبقه بود و تو هر طبقه یه خانواده زندگی میکردن. من و بابام طبقه اول زندگی میکردیم. هر وقت از کالج برمیگشتم تا اومدن بابام تو خونه تنها بودم. البته احساس تنهایی نمی کردم چون 2 تا خرگوش داشتم. یه روز از کالج اومدم و دیدم کل خونمون به هم ریخته. با اینکه خسته بودم ولی همه جا رو تمیز کردم. تا ساعت 9 نظافت خونه و بقیه کارم رو تموم کردم. از قبل خسته بودم و دیگه خسته ترم شدم. واسه همین رفتم تو اتاقم استراحت کنم تا بابام برگرده خونه. دست راستم و گذاشتم رو چشمام و سعی کردم بخوابم. طولی نکشید که حس کردم یه چیزی پرید روی پاهام. یه چیز سنگین بود. از اونجا که خرگوشامو تو خونه ول کرده بودم فکر کردم یکی از اوناست. هرچند اون سنگینی آروم اومد رو شکم و بعد روی سینم. حس خیلی وحشتناکی بود. چشمامو باز کردم و به اطراف نگاه کردم ولی هیچی اونجا نبود. دوباره چشمامو بستم و صاف دراز کشیدم. ناگهان یه وزنی رو دستم حس کردم. انگار یکی پاهاشو گذاشته بود روشون و بعد فشار زیادی رو گردنم اومد. انگار داشتم خفه می شدم. نمیتونستم کسی رو ببینم ولی انگار یه موجودی داشت بهم حمله می کرد. درد شدیدی داشتم. نمیتونستم تکون بخورم و نه چیزی بگم و اشکامم سرازیر شده بود. اشکایی از ترس و درد. نمیدونستم باید چی کار کنم. فقط دعا خوندم و به خدا قسم که جوابمو داد. همون موقع در خونه باز شد و یکی اومد داخل. پدرم بود و داشت اسممو صدا میزد. همینجور که دنبالم میگشت اومد تو اتاقم و دید تو تاریکی رو تختم دراز کشیدم و چراغو روشن کرد. گویا وقتی منو دید حسابی به وحشت افتاده بود. دید چشمام تا ته باز شدن و قرمزن و با اینکه کولر روشن بود بدنم خیس عرق شده. تنم داشت میلرزید. تا چراغو روشن کرد سنگینی روی بدنم رفت و راحت شدم. بابام کنارم نشست و گفت چی شده؟ من تا نیم ساعت نمیتونستم حرف بزنم. بالاخره به خودم اومدم و به بابام ماجرا رو توضیح دادم. گفتم حس کردم دارم میمیرم. بعد از اون روز اتفاقای خیلی عجیبی داخل خونمون میافتاد. شیرای حموم خودشون روشن می شدن. با اینکه هیچکی اونجا نبود ولی ظرفای تو آشپزخونه می افتادن زمین و خرگوشام یه جوری رفتار می کردن که انگار کسی بهشون دست زده یا بازی کرده. وسایلامو گم می کردم و جاهای عجیبی پیداشون می کردم. یه روز خرگوشام دیگه چیزی نخوردن و مریض شدن. خیلی دردناک بود و دیگه کاملا تو خونه تنها شده بودم. بعد از ماه‌ها گریه و التماس به پدرم بالاخره از اون خونه رفتیم و دیگه هم بر نگشتیم. بعد از اون دیگه همچین اتفاقایی رو تجربه نکردم ولی صادقانه میتونم بگم هیچ وقت تو زندگیم اینقدر نترسیده بودم. وحشتناکترین تجربه تمام عمر.
اسم من سکینه است و 27 سالمه. این ماجرا 3 سال پیش توی خونه قبلیمون اتفاق افتاد. داشتیم توی حال با هم تلویزیون نگاه می‌کردیم. ساعت 10 بود و همه بچه‌هامون خواب بودن. من یه مانیتور کودک کنارم داشتم تا اگه دخترم بیدار شد و راه افتاد بفهمم. دوربین توی راهرو روبروی اتاق دخترم بود. جلوی در یه دروازه کوچیکم گذاشته بودیم. بچه‌م اون موقع 2 سالش بود. بگذریم. من و شوهرم داشتیم تلویزیون می‌دیدیم که من نگاهم به مانیتور افتاد و دیدم یه دختر کوچولو پشت دروازه وایساده و داره به دوربین نگاه می‌کنه. پا شدم رفتم تا دخترمو چک کنم. اما پشت دروازه نبود. بنابراین رفتم داخل اتاقش و نگاه کردم و دیدم خوابیده. فقط چند ثانیه طول می‌کشید تا از حال برسم به اتاقش. واسه همین میدونستم نمیتونه انقدر سری بره تو تخت و خوابش ببره. برگشتم تو حال و با هم ادامه برنامه رو دیدیم. بعد دوباره به مانیتور نگاه کردم و دیدم یه دختر کوچولو با موهای بلند فرفری از جلوی دوربین رد شد. دوباره پا شدم و سری رفتم اتاق دخترم. اما هنوزم خواب بود. دختر من موهاش بلند و فرفری نیست. بچه‌های دیگم هم همینطور. رفتم به شوهرم گفتم و نمیدونست چی بگه. دوباره تلویزیون رو نگاه کردیم و یکم بعد شوهرم رفت دستشویی. منم رفتم آشپزخونه تا پاپکورن درست کنم. به راه رو نگاه کردم و دیدم کالسکه دخترم جابجا شده. رفتم چک کردم، چرخش قفل بود. فکر کردم شوهرم داره سر به سرم میذاره. واسه همین دوباره گذاشتمش سر جاش. پاپکورن درست کردم و برگشتم تو حال. شوهرم از دستشویی اومد و رفت از آشپزخونه آب برداره. وقتی برگشت پرسید چرا کالسکه تکون خورده؟ گفتم تو تکونش دادی، منم گذاشتم سر جاش. با گیجی نگاهم کرد و گفت من که بهش دست نزدم. پا شدم و به راه رو نگاه کردم. کالسکه دوباره تکون خورده بود. بهش نگاه کردم و گفتم خیلی بامزه بود و دوباره کالسکه رو گذاشتم سر جاش. من و شوهرم برنامه رو تموم کردیم و دیگه میخواستیم بخوابیم. پا شدیم رفتیم سمت اتاقمون که یهو دیدیم کالسکه دوباره تکون خورده. هیچ کس بیدار نبود که تکونش بده و من و شوهرم هم کل مدت توی حال بودیم. گربه‌ام هم تو حال با ما بودن و رو مبل خوابیده بودن. سگمون هم توی حال بود و سر جاش خوابیده بود. رفتم و سعی کردم کالسکه رو تکون بدم ولی چرخش قفل بود و امکان نداشت هیچ حیوانی بتونه اونو تکونش بده و دخترم هم کوچیک بود و نمیتونست این کارو بکنه. اگه یکی از بچه‌هامون از پله‌ها میومد پایینم صداشو میشنیدیم. پس میدونستیم اونا هم نبودن. نمیدونیم کی تکونش داد و نمیدونم اون دختر بچه‌ای که دیدم کی بوده. این اولین باری نبود که اتفاقات عجیبی تو خونمون میافتاد. امیدوارم خانواده جدیدی که اونجا زندگی میکنن مثل ما همچین چیزایی رو تجربه نکرده باشن. من اهل فیلیپینم. وقتی بچه بودم مامان بزرگم تنها کسی بود که از من مراقبت میکرد، چون مامان و بابام همیشه مشغول کار بودن. خاطرات محوی از مامان بزرگم دارم و تنها خاطره واضحی که ازش یادم میاد مربوط به وقتی که توی بستر مرگ بود. همش اسم منو صدا میکرد و میگفت بیا اینجا، نترس پسرم. بدنش داشت میلرزید. یادم نمیاد خودم چه حسی داشتم ولی مامانم داشت حق گریه میکرد. این ماجرا حدوداً 2006-2007 اتفاق افتاد. مامان بزرگ عاشق من بود. داشتم عکسای بچگیمو میدیدم که همش با خوشحالی منو اون بغل کرده بود. توی تولدم برام یه عالمه هدیه میخرید. معلوم بود نوه خوششانس و عزیز دردونه‌ای بودم. هرچند متاسفانه خودم چیز زیادی به خاطر ندارم. بگذاریم وقتی مامان بزرگم مرد من 5 سالم بود. 3 سال گذشت و 8 ساله شدم. مردم فیلیپین خیلی مذهبی هستن و برای همین به خرافات و روح هم اعتقاد دارن. منم وقتی بچه بودم اعتقاد داشتم. تو اون 3 سال بعضی وقتا میشد که مامان شروع میکرد به لبخند زدن و بهم میگفتش که حضور مامان بزرگو حس کرده. بعد وقتی میفهمید ترسیدم بهم نگاه میکرد و میگفت مگه دلت براش تنگ نشده؟ من فقط یه بچه بودم و حرفش خیلی منو میترسوند. اول نوامبر تولد 9 سالگی بود. توی فیلیپین اون روز مرگه. روزی که مردم به امواتشون سر میزنن. خلاصه مامان و بابا یه مقدار غذا پختن، یه کیک خریدن و بعد بهم یه هدیه دادن. هدیه‌مو درست یادم نمیاد ولی اسباب بازی بود. مامان یه دفعه سکوت کرد و گفت یادت میاد مامان بزرگ بهت اسباب بازی میداد؟ گناهی نداشت. حتما دلش واسه مامان بزرگ خیلی تنگ شده بود. شب شد و مامان منو برد توی تخت خواب و چراغا رو خاموش کرد.
چشمام سنگین شده بود و داشت کم کم خوابم می برد که صدای آواز تولدت مبارک رو شنیدم. آروم یکی از چشمامو باز کردم تا ببینم کیه. دیدم یه پیرزن با لباس سفید کنار تختم وایساده. بعد فهمیدم که شبیه مامان بزرگمه. خب البته من داشتم یه چشمی نگاه میکردم و وقتی هم مرد فقط 5 سال داشتم، واسه همین بود که زیاد مطمئن نبودم. داشت آهنگ تولدت مبارک رو میخوند و آروم اومد کنار گوشم و زمزمه کرد. بیا اینجا نترس. دیگه نتونستم تحمل کنم، واسه همین از ته حلقم جیغ کشیدم و مامان و بابامو از خواب بیدار کردم. بهشون گفتم چی دیدم و مامانم چیزی گفت که هنوزم هر وقت یادش میفتم تنم مور مور میشه. منم حسش کردم، ولی اون مامان بزرگت نیست. مامان بزرگ همیشه تو روزهای تولد دستو محافظت میکرد، چون تو روز مرگ به دنیا اومدی و برای همین ارواح شیطانی بهت جذب میشن و اگه بهشون اجازه بدی خیلی راحت تو بدنت ساکن میشن. خب شاید این چیزا خرافات باشه، ولی به نظرم احتیاط شرط عقله.